سلام به بینندگان کانال فنی دادکار. خیلی خلاصه بگم که کار اصلی من از اینجا شروع شد که خانومم خبر بچه دار شدنمون رو به هم داد. من کلی خوشحال بودم، ولی گفت که باید ابزار و میز کارتو ببری و سیسمونی بچه رو بچینم. منم دیگه گفتم وقتش دنباله یه انبار یا مغازه بگردم. راه افتادم رفتم جاهای مختلف از شهر پیش مشاور املاکی ببینم چیکار میشه کرد. با این اوضاع دیدم برای شروع کار گوشه کنار شهر دنبال مغازه با اجاره پایین بگردم بهتره، چون میخواستم پاره وقت اینترنتی کار کنم. بالاخره مغازه رو پیدا کردم و چیزی بهتر از اونی شد که در نظرم بود. اجاره نامه رو نوشتم و شروع کردم انتقال وسایل و کم کم قفسه ها و تکمیل کردن میز کار. تعمیرات ما شروع کردیم. خلاصه قراره هر چیزی که توی خونه خراب میشه رو اینجا تعمیر کنیم. الانم که یه حجم کار زیاد شده، ولی خیلی احساس خوبیه که از یه جایی شروع کردم. اینم از برکت پسرمه که استارت کار رو زدم. هر کاری که اینجا انجام بدیم براتون به نمایش میگذاریم. خیلی مخلصیم.